پلیس با گلوله‌اش سارقان موبایل رو زمینگیر کرده. چند تا گلوله خوردی شما؟ یه دونه گلوله. شما چی؟ 3 تا. خب اینا می اومدن از مردم موبایلشون رو میقاپیدن. اگر هم مقاومت میکردن شما چه اتفاقی براتون افتاد؟ 2 تا قمه دستشون بود، 2 تا موتوری بودن، 2 تا قمه دستشون بود، اومدن جلو با پق قمه، با این بغلش میشه پق دیگه جام سنگ، درسته؟ اون وریه مشکیه با پق میزد میگفت گوشی تو بده. گوشی منو دیده بودن، از تو بازارچه سنتی افتاده بودن دنبالم. موتوری فهمیدم حسش شام بهم گفت اینا اومدن گفتم گوشی تو بده. گفتم گوشی ندارم. گفتم گوشی عکس مادرم توشه، عکس خواهرم توشه، عروسی خواهرم توشه. نبرین. گفت نه بده. انگشتر دستمو گرفتن. انگشترم از نجف اومده بود. مادرم یادگاری از کربلا برام آورده بود. پشت فرمون نشسته بودن، شیشه خیلی کم باز بود. بعد اون لحظه سریع اومدن دستشو کردن از شیشه تو و گوشیه رو تو شارژ بود، چنان کشیدن که اصلا ما نتونستیم مقاومت کنیم، تو شوک بودیم کلا. بعد همسرم فکر کرد که پسرم داره گوشیشو از دستش میگیره در این حد. بعد یه لحظه زدن گوشیو زدن همین. ولی خدا رو شکر میگم باز کار به اونجا نکشید که مثلا مقاومت کنیم. ما هر روز داریم میگیم خدا رو شکر که اصلا مقاومت نکردیم، وگرنه پسرم و خودم حتی قمر رو دیده بودیم، این ابزاری دست اینو دیده بودیم، کار واقعا به جای بدتری میکشید.